گفتم تو آیت گنیال نیستی؟ بگو آخر آیت گنیالم بگو از این رنج عذاب مرا خلاص کن. خدایا اگر نسبی حقیقیش گنیال باشد این آیت است، یعنی دادر فرهاد است. این طور باشد فرهاد تو آیت نیستی؟ پدرت حمزه مادرت شیرین نیست؟ تو آیت نیستی نوبکار؟ شاید شناسنامه‌ات را به دست آورده باشم. منبت تو را ناراحت میکنم. همین طور. اما گمان نمیکنم که کی بودنم رو معین کردن. آیت نه، یگان توی آنها نیستم. در شناسنامه چی باشد همان. دروغ نگو نوبکار. شناسنامه‌ات را بعدا عوض کردم. تو کی را تیرید میکنی ها؟ نام حقیقیت آیت گنیال نیست؟ نه، مگر نمیفهمی؟ نه، من پدر و مادرم را ندیدم. آنها بر وقت وفات کردند. نامشان را چنین قید کردم. من از چیزی خبر ندارم. ناممکن است. ناممکن. راستش را بگو نوبکار. خیلی که خواهی فکر کن. نامی من آیت شنگول است. گنیال نیست. و اون آدمی گفتت را نیز نمیشناسم. اگر شناسی تو بگو. از کارس نیستم، از او شکم. تنها به خاطر دو نام مرا کشتنی باشی بکش. پران آخر چرا ایستاده ای؟ پران. من تو را میشناسم. اگر نبینم هم تو را میشناسم. تو آدمی اوغور هستی. تو آدمی قادر هستی. مقصدتان به جناب هلدون ضرر رساندن است. لیکن نه، جناب هلدون برایم چون پدر است و هرگز نمیگذارم که به او ضرر رسانی. خدایا اکنون من چیکار میکنم؟ این رو چطور به فرهاد میگویم؟ اگر دادرش بودنی آیت رو بگویم فرهاد کلیچ رو میکشد و خودش نیز زنده نخواهد موند. من چیکار میکنم؟ چی؟ مقداری که در آنجا نوشته شده است تیار کن. با کی چی خبر میدی آنجا نوشته شده است؟ فهمیدی؟ با روزنامه خبر؟ با صاحب آن جاده هم؟ برای چی؟ تو چی کار داری انقرگی؟ مرا به جوابگری میکشی؟ ها؟ گوش کن هلدون جان. آیدی سفارش هایم پرسجو نکن. این آگاهی آخرین است. فهمیدی؟ کارت را اجرا کن. خیر تا باز دید. بی ناموس. اکنون تو گپ زن نوبکار. خاموش نیست. قوتتان برای یکسان کردن من و جناب هلدون نمیرسد. گپ زن آخر. گپ زن. این او نیست. دادر من نیست. چی گپ است؟ این رزیل مرا تنها گذاشته رفت؟ این شخص کی بود؟ آواز شناس می نمود. رزیل ها
بیناموس‌ها. جناب یالدون، بیا سواش. تینجی است. کسی زمین‌هایی در نزد راه بزرگ بودمان را خریده می‌گیرند. مخصوصاً آن جاهای زیبایی را که در آنجا مهمانخانه و استراحتگاه‌ها ساخته می‌شوند. کی بوده است؟ نمی‌دانم. ولی معین می‌کنم. شاید قادر قوشچی باشد. نه، تحقیق کردم، او نیست. اما من در روزهای نزدیک پیدا می‌کنم. خواهش میکنم زمین ها را از دست نده. اگر لازم آید 2 برابر زیادتر پرداخت کن، اما از دست نده وگرنه با دست خالی میمونه. خواطر نشوید، من حل می‌کنم. وای جانان، باز به شرکت برمیگردد؟ نه، یک روی میکند. هرچند ایاز کوشش کرده باشد هم راضی نشد. من هم کوشش کنم؟ خودت میدانی راضی نمیشود. اگر خواهی خودت با او صحبت کن. من هم صحبت میکنم. با یک روزنامه‌نگار اینقدر پول میدهند؟ باز چینه رنگ داشته باشد این قلیچ بیناموس. برای بخوردن سواش و جانان تناول خوراک را تشکیل کردنیم. باید چنان کنیم که جانان برای آنجا بودن مجبور شود. هی بسیار اندیشه خوب کرده ای اسرا جان. تو خواطر نشو، اینش را من حل میکنم. جانان شرم دارید. برویم خنده کرده از قفایم نیرنگ میکنید. باز مرا میفهمیده اید خانم اسرا. جانان دخترم. به من دخترم نگویید. از این درویگی و دروغتون دلگیر شدم. جانان تو با خانم اسرا چه گپ میزنی؟ تو عموما گپ نزن. همه این فکر توست. سالها تو کوشش میکنی که مرا از پدرم از این خانه دور سازی. بس است، بس. بسیار چیزها را نمیدانی جانان. دانستن نمیخواهم. این دروغ نیرنگ و افسانه هایتون رو. بس است، دست شوید از این خانه. دیگر مرا ناراحت نکنید. نه، فرهاد باید نداند که ایاز دادرش است. این را نباید او بداند. چی شد؟ همه چیز رو فهمیدم گلبر. اکنون حقیقت رو میدانم. جانان صحبت کردن نمیخواهم. روید از اینجا. مرا خطا فهمیدی. من تو را فریب کردنی نیستم. هر چیزی که گفتم صمیمانه بود. من کودک نیستم. چی بودنش را خوب میدونم. در اینجا چیکار داری؟ تبخم رو کفوندی ها؟ که تو عقل پیدا میکنی. چه شد؟ جنگ شده ایستاده است. جنگ. سبش آمد. من رفته اول پرسی کنم. ایست. جنگ با سبش نیست. در با اسرا کوشش میکند که جانان رو راضی کناند. اکنون چی میشود؟ چی شدنش عیان است. یا ظفر یا مرگ. ای مادر، تنها 1 دقیقه جانان. التماس در رو کشو. گوش کن. باید من به تو بعض چیزها رو بگویم. بعداً اگر خواهی به این خانه قدم هم نمیگذارم. با جوانی که دوستش میداری خطری مرگ تهدید میکند. دیر کردیم. ایاز بیا. در کجا بودی پسرم؟ چرا لباسات خاک شده است؟ به جای ساختمان رفتم. برای همین کمی خاک شده است. بسیار کاری خوب کردی. اینجا است؟ این پول برای چیست؟ با روزنامه‌نگار میدهیم. پول با روزنامه‌نگار. باده است. بله. برای چی؟ اینش رو من هم نمیدونم. کلیش همه خیلی خواهش کرد باید این بگاه دسترس شود. بغیر از تو به کسی باور نمیکنم. خوب، ولی اینقدر پول را به قید میدهیم؟ بله، به قید و امضا میدهیم. خواهش کلیش همین است. تو میبری یا که نمیبری؟ خوب، میلش میبرم.
با دادرم بوده ایاز باوری کامل داشتم. به خاک یکسان شدم. به باور کردن احتیاج داشتم. نسبش رو پرسیدی؟ پرسیدم. آیا نسبت گونیال از گفته پرسیدم. اگر بله میگفت با آغوش گرفته به مانند کودک گریه میکردم. لیکن نگفت. داد زنان نسبم شنگول گفت. با چشمانش نگاه کرده باور کردم. وقتی که من رو پران گفت سخت رو افتاده شدم و درک کردم که او دادری من نیست. خدایا من این وزن نی رو برداشته نمیتونم. الو یگید با یگان جان دارم که قماندو قیلش میخواهد با تو بخورد. گل هم میآید. خبردار باش که بسیار مهم است. فهمو. تو چی گفتنی بودی گل؟ نه هیچی. کلیچ را نمیدانی جانون. هنگامی غضبناک بودن چشمش کور می شود. اگر جانون دوست داشته باشد او را میکشم گفته قسم خورد. به من باور کن که او گفتش را حتما عملی میکند. من از همین ترسیدم. من این همه رو به خاطر حمایت و اون جوان کردم. باور کن که برای خاطری سبش نکردم. برای همین با ایپک صحبت کردم. گفتم که حتما با جانان رو راضی کنیم. ایپک اینها رو نمیداند. او تنها فکر خودش را میکند. اما من مجبور شدم که برای حمایت شما با او همکاری کنم. آخر دیگر نقشه به سرم نآمد. اگر عذر پرسیدنم لازم باشد از تو عذر میپرسم. مرا ببخش. من بعد به این خانه دیگر نمیآیم. خوش باش. اسرا جان چیکار کردی؟ جانان رو راضی کرده توانستی؟ چی گپ شده باشد؟ اگر من نفهمم میکفم. اکنون چیکار میکنیم؟ ایاز خواهش میکنم با احتیاط باش. باز یگون کس از پسد افتاده تعقیبت نکند. به سر ما یگون فلاکت نافتد. شد خاطر نشوید. هیچ چیز نمیشود. ایاز یک چیز گفتنی بودم فراموش کردم. امروز هواش اومده بود. کسی زمین های مهم اطراف شهرهایی که ما میسازیم خریده ایستاده است. کی؟ این را ما هم نمیدانیم. لیکن سواش من جستجو میکنم گفت. اما من به آن کودک نه اونقدر باور میکنم. تو همین کار را تفتیش کن. شاید باز این کار قادر خوشی باشد. خوب من پرسجو میکنم میفهمم. ایاز آن زمین ها مهم است. اگر فایده کردنی باشیم هم نه از شهرها بلکه از زمین های در اطرافش بوده فایده میگیریم. وگرنه احتمال ضرر دیدن رو نیز داریم. از تو التماس میکنم پیش از اون کودک تو پرسجو کن. میبینیم که در این کار کی جرأت کرده است. خوب فهمیدم. اینها رو ببین. اوف من چگونه تقدیر داشتم. چی شد؟ باز چی شود زهرا؟ باز چی شود زهرا؟ با هالدون مشغول بودم بس نبود که باز پیچلی پیدا شد. پیچلی؟ بله پیچلی. شهرها را از هالدون گرفته نتوانستیم اما زمین های اطرافش را باشد این شخص گرفته ایستاده است. کی بودنش هم معلوم نیست. تنها پیچلی میگویند. من باشم همه نقشه‌ام را به بالای آن زمین عملی کرده بودم. تنها پیچلی نارسا بود. پیچلی کسی که نباشد همه‌اش را رسوا کرد. همه چیز را رسوا کرد. شما اینجا انتظار شوید. جناب غفور پس از مجلس زود به نزد شما میآید. با شما یگان شوکی بیارم. چای قهوه؟ نه تشکر.
همین طور به انقره. گذرگاه اینها همین راه است. راهبری گروه را دسته عملیات خارجی دستگیر نموده. به انقره می‌آورد. با طیاره مخصوص. اما طیاره نه به اسنباغ بلکه به مرتد فرود می‌آید. شما هر دو در اینجا به کار شروع می‌کنید. ما در راه به دست میاریم. نه، همین طور شدنش را بسیار می‌خواستم. اما این طور نمی‌شود. برای آنکه این دسته نابکار برآمد، به ما خائنی کردند. چه خیل؟ سوال نپرسیده گوش کنید. راهبری که در شام دستگیر کردند و جایی که به ما سپارند به اجنبی ها سپردند. ما باشیم این را فهمیدیم. کاری ما این دسته را نابود کرده آن شخص را به دست آوردن است. این را توی گید عملی میکنی با همراهی گل و شما یک چند آدمی باوری ناک نیز میدید. در بین راه مرتد و انقره آنها را به دام گرفتار کرده آن راهبر را به نزد من میارید. گپم را فهمیدید؟ خوب شده است جناب. بسیار. خدایا توبه. صنایع عملیات نیست، اما خبری عملیات هست. فروخته شده، قربانی فروخته شده. این ستا است. چخیلی که گفتم پدری مرا نیز کشتم. که کشت معلوم نیست. طرف راست آدمان طرف چپ و طرف چپ باشد آدمان طرف راستش گفتند. تیر از راست آمد یا چپ کسی نمیداند. بعدا هم از چپ و هم از راست حمله کردند. ای چی گپ است؟ بخشش برادر. ستا؟ ایان این تویی؟ ستا تو در اینجا چیکار میکنی؟ باز افسر شده ای؟ من لیتنانت کلان شدم. آیدی تندری تلفن های موبیلی یگان خبر پخش کرده نشود. فراموش نکن که اگر رئیس شنود ما را سرزنش میکنه. آخرت بالا ما را نظارت میکنن. چیکار کنیم؟ اهمیت نده یا اینکه عیبش را پیدا کن. نشود یگان بهانه کن. فهمم. کوشش میکنم. کوشش نکن. عملی کن. اینجا است؟ از هولدینگ جاندان شخص انتظار بودتان تشریف آورد به حجرتان برده. بابا بابا قهوه بیارم. خوب شده است جناب. فرهاد، یک دقیقه صحبت کنیم. بدتر گل، بدتر. سلام، من ایاز. کلاه تیار است؟ در اینجاست. اما یگان قید ندارد.
کلاه هم قید می شده. بسیار خوب. شما زحمت کشیدید. سلامت باشید. کلیچ را نمیدانی جانم. هنگامی غضبناک بودن چشمش کور می شود. اگر جانم دوست داشته باشد او را میکشم گفته قسم خورد. من از همین ترسیدم. من این همه رو به خاطر حمایت با اون جوان کردم. باور کن که برای خاطری سبش نکردم. طریق برای خاطر یک دختر شرکت را با اساسیاسیون یاری تبدیل دادی. حلالت باد. آقا مسخره نکن. چرا با تو صحبت میکنم؟ بهترش با جناب عیاض صحبت کنم. او معاون رئیس است. دمت را گیر. دیگر نامی اون بدبخت را در نزد من نگیر. اگر رفتنی باشی نیست برخیز رو. این طور باشد مرا گوش کن که گفتنیم که اگر تو مرا دستگیری کنی از پدرم پول را میگیریم. بخش یاری اجتماعی و مدیریت پرستاری رو تشکیل میکنیم. روبرش باشد من میشم. خیر. اگر برای یاری خرج کردهمان را از انداز برآورده شدنش را بگوییم پدرم زود راضی میشود. من با پدرم معقول میشم و این چنین با تو یک چند لایحه را عملی میکنیم. پول ها؟ ولی پول. احسن به تو طریق. از آنی که گمان میکردم داناتر بوده ای. خیر با من یاری میدهی؟ البته یاری میدهم. به این هم ما دوست هستیم. دریا داری که در محله گروه اوباشی را ما همراه تشکیل کرده بودیم ها؟ روزای بهترین بود. تو آمدن عیاضی بدبخت کسی به ما مانع شده نمیتونه. چی کار کردی؟ پول رو دادی؟ دادم. ولی یک چیز پرسیدنیم. آن پول برای چی بود؟ کارهای قلیچ است. یک چند سال پیش وعده داده بودم و حالا باشد مجبور هستم که چقدر پولی که خواهد بدهم. پول به کجا خرج می شود مرا ظاهر نمی کنید؟ اگر کنم چی می شود؟ به فکر چی می گوید آن بیناموس؟ بسیار خوب. این خیلی باشد من می گویم از من شنوید. کلیچ دهم افسرهای بناموس این مملکت را استفاده برده عملیاتی که به او دخل ندارد به فایده خود عملی ساختن است. پول را به آن خرج می کند. چی؟ تصادفاً فهمیدم. یک عملیاتی می شود. همینطور از گروه یکی دستگیر می شود. کلیچ شخص اجرا کننده عملیات را از بین می برارد. یا اینکه نمیدونم. شاید بکشد. بعداً دستگیر کردم گفته سرلوحه روزنامه ها خواهد شد. برای این پولی هولدینگ جندان را استفاده می برد. بیناموس. چی ما آرام میشینیم؟ چی کار میکنیم؟ با کلیچ جنگ میکنیم؟ به فکرم فهمانده نتوانستم. این بیناموس با خون دیگران آید خود خبر پهن میکند. باز پولی ما را استفاده میبرد. شما را نمیدانم ولی من آرام نمیستم. پسرم تو این آدم را نمیدانی. از دست این آدم همه بدی میآید. دانسته باش که من با این آدم قوه مبارزه بردن را ندارم. از خداوند هم قوی تر از این کلیچ دهن. توبه بگو این چگونه سخن است؟ با چنین سخن توبه کرده میشود. اگر آرام استیم انسانگری ما کجا میشود؟ عیاض گپ‌های کلان گفته ایستاده. گوش کنید جنابی هالدون. من امروز در آن حجت دیدم. از روی خط قربان شوندگان این عملیات نامی کی را دیدم میدانید؟ ستا آن کودکی که برای در خنوکی در کوچه نمرده نماند در خیمه‌اش ما را جای داده بود. وای کودک تو را در قرارگاه پلیس فروخته نبود؟ خوب اما آن وقت کودک بودیم. هممون کودک بودیم. حالا او در طرفی درست است اما در طرفی نادرست ماییم. اگر به این مانع شده نتوانیم نه تنها ستا بلکه تمام کشور را میفروشیم. کدامش بدتر است؟ این یا اینکه طرز گفتاری من؟ عیاض تو با کی روبرو میشوی نمیدانی. این آدمان در همه جا آدم دارند. مرا و تو را نابود میکنند. همه را در یک لحظه نابود میکنند. عیاض هرچی از دستشان آید کنند. هیچ کار کردن نتوانم هم مانع میشوم. عیاض التماس یگان احمقی نکن. سگ را از زنجیرش نکشو اما التماس به کسی نگو. التماس. جانان جانان
номи ман Аяз Шенгул. Гунёл нест. Gönül. Ayaz Gönül. Koşki hakikat رو گفتم با دردت ملهم نشدم. اما گفتن نمیتوانم. گفتن نمیتوانم. گفتن نمیتوانم. Aman aman Umut. Umut kuşta. مادر غریبم. baba bugün dağlar başı dolu kar benzin sarı uykumda gözlerim ağam her gelen sen номи ман Аяз Шенгул. Гунёл нест. در کجایی؟ aman aman در کجایی؟ aman در کجایی؟ bir gel otur o güzel boynuna. جناب این رو میبینید؟ این را به تو کی داد؟ یک شخص گفت، اما کی بودنش را نمیدانم. و قرارگاه پلیس را گفت و به من داده رفت. این را گیر و به کسی چیزی نگو، فهمیدی؟ اویدی این به کسی نگو و اگر اون شخص رو ببینی به ما خبر بده. بیره. ما رو به بلو گرفتار میکنند. جناب چیکار میکنیم؟ هیچ چیز نه. من نمیخواهم که با افسران به مشکلی دچار شوم. ایاز، تو با کی روبرو میشوی نمیدانی. این آدمان در همه جا آدم دارند. مرا و تو رو نابود میکنند. همه ما رو در یک لحظه نابود میکنند. ایاز، خدایا این چگونه انتظام است؟ همه‌تان را بلا زند. بگو زود رفتی. من خبوتیر شدم. جای خبوتیر شدن رو ندارد. چخل ندارد. حالت خوب نبود. گذشت. گفته هایت درست برآمد. آیدی چی؟ آیدی ایاز من خطا کردم. اما تو حق بوده ای. بیهوده با احساسات داده شدم. کمی بود که همه چیز رو رسوا میکردم. فکر کردم که سگ بی‌ناموس هالدون دادرم است. چرا تو دائما خودت رو گناهکار میدونی؟ خودم را گناهکار میدونم برای آنکه به آرزوهای خام گرفتار شدم. چشمم پرده پوش شد. حتی تو را نیز گوش نکردم. دل شکسته کردم. به تو داد زدم.
تو رو رنج دادم گل. فرهاد، امید میکنم که یگان روز مرا گناهکار نمیکنی. اما که طلا فروش به تو چی گفته بود؟ دوست چای چه خورد؟ آخر باز با کی داد میزدی فرهاد؟ البته که مرا به چنین دوست لایق بدونی. زود حالا کاری بسیار داریم. زود یگید، حالا کاری بسیار داریم. ما آماده ایم جناب. گوش کنید، باز فراموش نکنید که در راه جدا میشوید. خیلی که دیروز گفتم در آنجا جایگیر میشوید. با آنجا یک چند آدم رو روان کردم. فراموش نکن که با برابری به آنجا رفتن نظارت به عهده تو میشود. آنها کیستند؟ از تشکیلات هستند؟ بسیار نپرس. نباید همه چیز را بدان. کارت به من آوردن راهبری گروه است. همش همین. اطاعت جناب. وضعیت آرام است. اشاره میکنم. 3 آدمم در آنجا حاضر میشن. هنگام گذشتن به دام گرفتار میشن. خائن در ماشینی زیر پشت سوار شده است و آن را از راه بیرون میکنیم. بعداً میپرانیم و دستن نابود کرده میشود. بغیر از راهبری گروه نمیخواهم که کسی را زنده ببینم. همش همین. مارهن گوش کن. مارهن دو گوش میکند. به راه جدا شوی رسیده مارهن. در تماس باشید. در علاقه باشید و قوطی را صحت و سلامت دیدن میخواهم. همش فهمو. زودتر ساتو هرگز نمیر. ساتو نمیر. از آن لحظه ای که تو را فروختم بسیار عذاب کشیدم ایاز. تو حال عذاب میکشم. گروه اوباشان را پراکنده کردم. تو به ارتش آمدن تنها ماندم. مرا قماندان کردند. 1-2 حرکت هم به من معقول شد. من یگان استعداد نداشتم، اما افسری را دوست داشتم و لیتنانت کلان شدم. حاضر باشد نظر به اوباشان فروختن به دولت فروخته شوم بهتر است. خیلی خوب میشد. اگر از من راضی شوی شاید شهید میشوم و در آن دنیا نجات مییابم. راضیم برادر. من از تو راضی هستم. اما نمیر ساتو. حالا نه. رسیدیم. انا همینجا. کارمون باورار شود. رفتیم. من 3 تا شمردم.
من هم. اینها افسر نیستند. عجیب. اینجا چی نوع رنگی هست؟ حاضر میفهمیم. تو در اینجایی است و تلفن موجدار و فعال نگاه داره. فرهاد، باز یگون دیوانگی نکنی. اولاد آماده است ظفر؟ باز فیتر را فراموش نکرده باشی. آماده است کماندان. اینجا بیا که تو را نیز کمی آرا دهم. به مانندی افسر باش. دیدی که روزنامه‌نگاری چقدر آسان شده است. از کرسی برنخست خبری عملیات را فهم می‌کنم. بسیار خوب است، همینطور نه؟ انباری خاص قصر شد. زن شدن آسان شد میگم مادرم. مادرت راست گفته است. گوش کن. هنگام گرفتن رأس با دقت باش. مرا گوش کن. اگر از روزنامه‌نگارها مکافات گیری به دیوار می‌آویزی. داور رسمی مرا گیر. انا همین خیر. یک تای دیگر. دیو باش. هیچ رمز در اشاره چیست؟ هان فهما بیا. وضعیت چگونه است؟ خوب است. حالا وقت داریم. من 3 نفر را دیدم. درست است. دسته می آمده چگونه بوده است؟ ناوده برا معلومات از طرف ما، اما آنها خود را قهرمان میدانند. اگر ما نمی بودیم نه رقم 1 بلکه رقم 100 را نیز یافته نمی توانستند. ملت چیست؟ ما ملت نداریم. با مانند تو کوکولای کلیش می باشیم. برادر نرنج. برادر تو نرنج. ما برای او کار میکنیم. او باشد قایماقش را میخورد. ترتیبات چنین است. کلیچ ترتیبات را بسیار خوب میداند. فهمیدم. معلوم است که در این کار چینه رنگی است. خالدون جان ای حالا یک پیاله چای هم ننوشیدی؟ ای وقت ندارم. با جای من تو بنوش. خیر من رفتم. خالدون با من کمتر پول ده که امروز با کشانه حوز روم. بیهوده پول خرج میکنی. حوزنش چیست؟ کاشانش چیست؟ ما ده توبه به خاطر تو خودم را میدهم. گویا همش را برای خودم میکرده باشم. باطنان زیبا ای به پول میشم. باطنان زیبا بوده است. این آدم با برابر پیر شدنش زیخ نهم شده است. من باطنان تاپ تازم. خدایا توبه ترسیدم. چین تر ایستاده ای؟ باطنان تازم گفتید. چی شده؟ معقول نشد. تا امروز تو چی بدی مرا دیدی خربچه؟ این چی احوال است که به مانندی اشتر شده ای؟ رفته دهانت را بیشو. رفت تو تا حال به کار نرفتی؟ به نزد دشمنم نرفتی؟ من از شما یک چیز را پرسیدنیم پدر. کلیچ دهن به شما اگر با پسرش آیله دار نشوم ایاز را میکشم گفت. ظفر این دیوانه کیست؟ اینجا چی کار داره؟ تو در اینجاییست. من اطراف را نظارت میکنم. مایلش دیلیکیز من مرهان دور. دلیکیز گوش میکند. فهمو. این یگیت است.
به فکرم سر میکنم. مخصوص گپزنه دکتر. مخصوصش چیست؟ آنها غیر از اشاره های من اشاره های دیگر را نیز استفاده میکنند. من خبر ندارم کماندو. چه خیلی خبر نداری؟ اشاره هایی که من گفتم آنها رعایت نمیکنند. چرا از سفارش های من سرکشی میکنند؟ چیز با فکرم اونها با هم دیگر یعنی وای چی؟ یا این که آنها با فکرم همین خیلی است. آفرین بیگی. تو باشی خواب کن. تو باشی تنها گرد. بین آنها چی کارها میکنن. آن کارها با من خواست نیست جناب. آدمی من و ما بر این آدمان کارهای عشق و عاشقی خاص نیست. عشق آدمان بزرگ را لاغر میکنند و به پخته مانند میکنند. بازی چه میشوند؟ عشق بوده است. عشقش چی؟ فریب کردن گل. عملیات از آن دسته نیست. این نیرنگ کلیچ است. چی نقشه داری؟ چیکار کنم؟ کامera رو گرفته همه چیز رو به نبار گیر. چیزی که نشود همش رو به نبار گیر. باید آن دسته رو نجات دهیم. دعا کنیم تا که آنها 3 نفر باشند. فهمم. کامera در نزد من است. اگر من بمیرم هم به نبار گرفتن را قطع نکن. همه چیز رو به نبار بگیر. فهمیدی گل؟ همش رو فهمیدم. خدایا یاری ده تا که دوباره به عذاب از دست دادن بلال گرفتار نشوم. خدایا یاری ده. وقتی که از خواستگاری آمد مجبوراً رد کردم. تهدید کردن خلیچ بیناموس را گفته نتوانستم. اگر گویم رفته او را میکشد و جانش در عذاب میماند. سببش رو نگفتم. چیزهایی هست که نمیداند جانان. اگر به من ذره باوری داشته باشی به من باور کن گفتم و او باور کرد. باز خواهش کردم که به تو نگوید. یک مدت از جانان دور باش و چیزی نگو گفتم. او به مانند من نیست. به مانند مادرش است. باز یکان دیوانگی نکند گفتم. جانان دخترم قسم میخورم که حیات در نزد چشمان من از تو ذره فرق ندارد. تو را از مادرت جدا کردم و به او وعده دادم که خواهرش را پیدا میکنم. اما نتوانستم. اگر به شما یگان چیز شود من زندگانی کردن نمیتوانم دخترم. پدر دخترم جان جگرم مرا ببخش. مادر میبینید این آدم باری هم مرا به آغوش این طور نگرفته است. پسرم فکر میکنی تنها تو را با آغوش نمیگیرم؟ چرا غمگین میشوی؟ بیا من تو را با آغوش میگیرم. بارکه من شیرینکی مادرش. به نوار گرفتن رو سر کن. زود به نوار گیر.
جانان میتوانیم صحبت کنیم؟ چیزی گفتنی ندارم. وقتی بیشترت رو نمیگیرم یک دو چیز میگویم و میروم. گوش کن، حسیاتی که به تو دارم این وزن شده است، اما فکر و عقیده تو رو نیز حرمت میکنم. با من اویله‌دار شدن رو رد کردن است مرا غمگین کرد، اما علاجی نیست. آخرین سخنم این است که تو را دوست می‌دارم جانان. اگر برای به شرکت برگشتنت استعفای من لازم باشد، به یگان تردد استعفا میدهم. میدانم که در نزد قادر خوشچی شاد نیستی. خرسندی تو از همه چیز بالاتر است. بگیر، عریضه استعفا هم است. اگر خواهی که به شرکت برگردی و مرا دیدن نخواهی، این را با دستان خود به پدرت دسترس نما. من کسیومم را گرفته میروم. صبر کنید. ایسته. فرهاد با دقت باش، احتیاط کن.
من اینش رو حل کردم. با پایان میرویم. خودت رو احتیاط کن. فهمو؟ زودتر. ناعهده براها این کار را زودتر حل کنید. کن هشتاک. برای آرام شدنش دادم. سواش چی حال داری؟ خوبم. تو چی حال داری؟ خوبم. خیر. کارها خوب است؟ خوب. کارهای تو چگونه است؟ خوب. چی کار کردی؟ کار مرا حل کردی؟ کدام کار رو؟ کار پول رو. حل کردم. بگیر. خودی حاضر با این سر کن. خدایا. اینجا بیا تو را بدوستم. نه لازم نیست. برو. دوستم من این را فراموش نمی کنم. یگان وقت اگر راهبر این شرکت شوم تو را دستگیری می کنم. فهمو. راست پس کارت شو. مایلش من رفتم. احمق. ای از شنگول. این پولی کفنی تو. علی این کار بسیار دور و دراز شد. تمام کنید زودتر تمام کنید. باز گروه یاری نباید کماندان. به خدا که دلگیر کردن. یاری چی ظفر؟ حتی گنرال‌ها از این خبر ندارند. از روزنامه میفهمند. و اینها کی برای یاری می آید؟ این کار را به آخر رسانید. راستی گپ حالا در بین جنگ می باشیم بیاز جان. دنیای کار بیرحم است. اینقدر آدمانی احتیاجمند هستند و به این نظر ناکرده چطور خوب خوش میکنم من نمیفهمم. کاش که همه مثل شما باشن. برای من بر این شدم بسیار زحمت کشیدم در کار. پدرم رو دیدی چون این کارها رو خوش ندارد. اما من با پدرم نگاه نکرده با انسانها دستیاری دراز خواهم کرد. خیریت که هستی؟ فکر میکنم و این طور باشد من راضیم. لبای؟ یعنی برای چنین کارها من راضی هستم. این طور که باشد من پول خواهش کرده اتون رو میدیم. آیا این کار شما رو سبک میکرده باشد؟ با شما تشکر زیاد. کودکان چنان خرسند میشوند که شاید کم باشد لیکن این بار اخیر نمیشود. با شما وعده میدیم. علی طاقت کن التماس. من میمیرم ستا. مادرم رو یا علی ما رو ترک نکن. علی نمور. خدایا
فرهاد احتیاط باش. خدایا فرهاد ای خدایا شکرانت میکنم. سگ‌ها ای خدایا آخر این عیاز است. فرهاد پراندن رو بس کن. بس کن فرهاد. دشمن نیست نه پران. فرهاد فرهاد در آنجایی. فرهاد در آنجایی. همین جایم گل. برزیدیم و نه 3 نفر بلکه 4 نفر بودند بی‌ناموس‌ها. دیدم اما یکیش رو از آنها فرق کن. مرا میشنوی؟ فرهاد این عیاز است. گل آدم هلدون هم در همین جاست. آن بیناموس هم با این دامگذارها همراه بوده است. فرهاد ای ساتو 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 تو کیستی؟ ساتو منم عیاز. تو در اینجا چی کار میکنی؟ صبر کن. ای خدایا من چیکار میکنم؟ آنها یکدیگر رو میکشند. بله این طرف شدنش را میدانستم. کمی پس یکیت او را به اینجا میارد. کلیش دهن هیچگاه مغلوب نمی شود ظفر. هیچگاه. همین طور است. کلیش دهن
هیچگاه مغلوب نمیشود. ساتو برخیز. مرامان او را بگیر. ساتو دیوانه شده ای؟ آخر تو زخم داری. مرامان گپ نزن. او را بگیر. او را باید ببریم. ساتو تو چی ها میگویی؟ زود آید. گپ نزن. او را باید ببریم. او را برده تسلیم کن. من مهم نیستم. نکن ساتو. آیت مرا گوش کن. او را باید ببریم. او را برده با پلیس بده. زودتر آیت التماس. من شهید میشوم. زود من میمیرم. زودتر. ای لعنتی برخیز. بیناموز باز میگریزاند. خدا برای تو قربان میشوم. دادرم طاقت کن. تو کیستی؟ من از ارتشم. من برای نجات دادن شما آمدم. متاسفانه نجات دادن نتوانستم. خدایا نکن. از کپویش نرم. ظفر حالا میبینی که کلیچ دهن را تمامی دنیا میشناسد. ظفر پنجه پرتا. من کلیچ دهن همه را میشناسد. جانم دخترم خوش آمدی. با من ده. نه من خودم. به خانم اسرا زنگ زده او رو با سوش به خانه دعوت کن. چی؟ حضور میکنی؟ اویو طبی حضور کردن رو دارن. آخر تو اگر تو زنگ زده دعوت نکنی من خودم دعوت میکنم. نه من خودم زنگ میزنم. برخیز لعنتی. گفتم برخیز وگرنه جانت رو میگیرم. رو کرد. بیدار. فرهاد ایست. گل تو چیکار میکنی؟ چرا با من مانع میشوی؟ در این کار چه نیرنگی هست؟ نیرنگی چی؟ فرهاد ایست. همان است آدم هردون برای کلیچ کار میکنند. ما رو بدان گرفتار کردن. گل نفهمی که ما رو قاتل افسر میبرانند. از کجا میدونی که برای کلیچ کار میکنند؟ باوری حاصل نکرده او را نیز میکشی؟ فرهاد
سکولام. چرا اینقدر دیر کردن ظفر؟ یگان معما نشده باشد؟ اگر اجازه دهید رسته میبینم. نه تو اینجاییست و یگان جا نرو. ما باید با تدبیر باشیم. احتمال شدنی هر چیز هست، هر چیز. قهوه رو آوردم. اوه پسری زیبایم، همین که زنگ زدی خواطر شدم. خیر، اون مسئله مهم چی بوده؟ مسئله پول است. برای من آوردی؟ بله برای شما، ولی برای آن که شما این پولها را گیرید باید بسیار زحمت کشید. فهمیدم، موضوع کلان است. کلان است. اولا با آن موضوع کلان شخصی را غرق میکنند، بعدا همراه خزینه را به دست میاریم. بگویید که شما همراهی من هستید؟ البته، چه خیلی که تو خواهی. چی شد؟ ظفر این را بگیر. زار جنابان، من بازی رو بریدم. دیدی؟ با پای خود به نزد ما آمدی. بسیار خوب شد. بسیار خوب شد، ها؟ من تو بر اینها را بسیار دوست می‌دارم. دیگی بی سرپوش. ظفر! اطاعت کماندان. در را محکم کن. این سلاح را بگیر و مرا فرد. چه خیل؟
اما قماندان چی اما؟ اینقدر که فرا نشد زخمدار نشده کار رو حل کرد میگویند. گیر زودتر. نمیتوانم. من شما رو به نشان گرفتن نمیتوانم قماندان. دستم میلرزد. ظفر، تو نشان گرفتن نمیتوانی، اما من تو را به نشان گرفتن میتوانم. مرا فهمیدی؟ اگر من پران گویم میپرانی و اگر بیکش گویم میکشی. به امر من اطاعت نمیکنی. نمیتوانم. مرا ببخشید. انا همین قدر است. انا همین قدر. ببین باید این کار را میکردی. التماس غمگین نشو. باید در بار اول او را میپراندم. من دادرم گفته خودم را فریب کردم. گل باز خائن هم بوده است، حتی خائن وطن بوده است. خورسند هستی؟ خورسند هستی ها؟ در اونجا دوستم در روی دستانم جان داد. ستا مرد. سببگارش آدمی توست. کلیش دهن گفتنی آن بیناموس سبب شد. او و دیگرانش همه آنها افسر بودند، هیچ گناهی نداشتند ولی مردند. ایاز، من نمیدانستم. آن آدم بسیار خطرناک است. بسیار. آن شخص خائن است. خائنه که برای منفعت‌های خود آدم‌ها را می‌کشد. و تو با پول‌های دادت و این کار همراه شدی. چرا؟ ها؟ چرا؟ چی کار میکردم؟ اگر من نمیدادم از دیگر گرفته این کار را میکرد. تو این را نمیفهمی. این آدم دیوانه است. دیوانه خدا زده است. در دست سلاح به پیشانم گذاشته است. خوب می‌داند که تمام عائله‌ام را زده نابود میکند. از قفایش ارتش هستند و یک چند آدمانی سلاحدار دارد و من چطور با اینها مبارزه برم؟ همه‌تان یک هستید. همه‌تان در این کار شریک میباشید. خدا لعنت کند. ایاز، باز احمقی نکنی. من به همه چیز آمادم. جانان این چی هوا؟ تو حالا هم تیار نشده؟ کمی پس میآیند؟ آمادم. برای واهمه کردن شرط نیست. فهمو تو خودت میدونی. آمدند. به خدا که آمدند. آمدند. خانم یسرا جان، سباش جان، مرحمت در رویت. نور دیده تاجی سر. خوش آمدید. جانان، ای پسرم بسیار خوش معامله هستی. چه زیبایند. تشکر. مرحمت به این طرف گذارید. گذارید. آمک جان اینها را پنهان کنید که روزش آمده ایستاده است. آن خائنانی که نان این کشور را میخورند و خیانت میکنند روزی نابود شویشان آمده است. خائن‌ها در همه دور زمان بودند پسرم. آنها هیچ نیست نمیشوند. لیکن علیه آنها مبارزه برندگان نیز حتما پیدا میشوند. این را فراموش نکن پسرم. روزی وقتش فرا میرسد. حتما فرا میرسد.
مثل نفرت‌های دلم. یکی نگاه میکنی و میبینی که نقلی چا هستند، نه دیگر مردان رزیل. بدان که اگر در دل ذره ترس خدا و چون نوگ سوزن ایمان باشد، آنگاه حق به حقدار میرسد. روزی میشود که پشه خرد شاهین بزرگ را به خاک یکسان میکند. خیالم گلزاره رفت که گلزار دیقتم را بود. من همین خیلی از پسرم. تا آدمی که حیات دوام دارد این مبارزه هم دوام میکند. کربلا یک روز نیست، هر روز است. سلطان بزرگ چی گفته است؟ در یمن در کجای تا حال دلدل در جنگ است. Salındı bahçeye girdi, çiçekler selama durdu. Mor menekşe boyun eğdi, gül kızardı hicabından. Mor menekşe boyun eğdi, gül kızardı hicabından. Yaralı yar, yaralı yar. Bahçenin kapısını açtım, sandım ki cennete düştüm. اگر از من راضی شوی شاید شهید می شوم و در آن دنیا نجات می یابم. Bahçenin kapısını açtım, sandım ki cennete düştüm. Ben o yardan ayrı düştüm, elin dilinden dilinden. جانان دخترم بازی نکن، خوراکت رو خور. Ben o yardan ayrı düştüm, elin dilinden dilinden. Yaralı yar, yaralı yar. ما خدا داریم پسرم، چه غم داریم. این هم می آید و می گذرد، این هم می گذرد. سرم صبر صبر. بگیر، تمام قرضم در اینجاست. خیر، اکنون به تو آفرین گویم. آفرین میگویی یا اینکه شیر بچه؟ اینش کار توست. حصه را برگردان. خیلی خیز دوشال. چی گپ است؟ چرا حصه هم را بر نمیگرداند؟ این حصه حالا نوشته نشده است، جای رقم خالی است. آخر قرضم را پرداخت کردم، حصه چرا می نویسی؟ این کار من نیست، کار رئیس است. رئیس کیست؟ پچلی. پچلی کیست؟ بین می آید. جانان، من به تو ظلم کردم، هم به تو و هم به خودم. ندانستم که این دنیا اینقدر بیرحم بوده است.
ولی به آخر رسید. تمام. تو را از این جایها گرفته می روم. خواهشت عملی می شود. هر دو از این جایها می رویم. به شرکت برمیگردی جانم؟ بله، از کارخانه قادری قشتی استعفا دادم. این طور باشد عریضه استعفایم را میتوانی به پدرت دهی. لازم نیست. چخیر؟ میخوای که در شرکت ایستم؟ بله، میخواهم. نرو. خورش تیار کردم، میاری؟ مایلش. بسیار بوی خوش دارد. اوه بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بلند شده است. دستانت درد نکند. با اشتیهای تو. خوراک هر قدر بیشتر بپزد همان قدر با لذت می شود. انسان هم همین طور است. آدم را هم گرمی و سردی ها آب و تاب می دهد. خوراک را ببینید چقدر در آتش می پزد. باز یک مهمی دیگر آن که مهرت را به خوراک باید ببخشی. اگر چنین عمل کنی برکت خوراک هم زیاد می شود و تمام ارتش سیر می شود. سروری دنیا باشد همین طور کرده است. آخر با دو نان تمام ارتش را سیر کرده است. در اینجا حکمت بزرگی نهان است. آخر این کار هیچ به عقل راست نمی آید. کسی که نداند فکر می کند که این ارتش را گوشت و نان سیر می کند. در اصل باشد صحبت سیر می کند. این چی صحبت است که تمام دنیا را به لرزه آورده است. با برکت شده پنج شده است. من بسیار گپ زدم که هیچ شوربایتان خنک شد. مرحمت خوراکتان را خورید. دستانتان در رو نبینم. سلامت باشید. دخترم تو بمان، من و خانم اسرا جمع میکنیم. شما اونجا گذاشته شینید. گذارید اسرا شاید اینها صحبت کنند. بیا ما به درون میرویم. رفتیم. بیا اسرا جان. این بینوا در اینجا چیکار میکرده باشد؟ چی گفتی؟ هیچ چیز اسرا جان. من یک بیرون رو خبر گرفته بیایم. من قهوه تیار میکنم. مایلش
پسرم حالا در اومدن نمیتوانی ببخش. اگر جانان در خانه باشد بیرون برایت گفتنی بودم. با او گپ داشتم. نه جانان مشغول است. 5 دقیقه. پسرم گوش کن. جانان امروز به نزدیکاری پدرش برگشت. او را سبش راضی کرد و حالا باشد در درون با سبش جشن میگیرند. مادری سبش هم آمده است. حالا وقت ندارند. فهمیدی؟ ای خدا، ای کاش که این خواب نباشد. بخشش کمی بیکفت شد. هیچ گپ نه. از دست تو همه چیز رو می نوشم. این چیز؟ نمک. نمک؟ فهمو. خیلی که گفتند از دست یار زهر رو هم می نوشم. اگر جانون دوست داشته باشد او رو می کشم گفته قسم خورد. این تنها بازی است ایاز. سیمبویم خندان اما دلم خون میگیرد. یگان روز مرا میفهمی. جناب هالدون برایم چون پدر اگر لازم باشد جانم را میدهم ولی به شما چیزی نمیگویم.
زهرا چه خیلی؟ من از تو باری هم جدا نشدم. اما من غمگین نشو. من بسیار خوبم. من در جای خوب هستم، جایی که فانی نیست. هرگز غمگین نشو. من در آتشم زهرا، در دوزخ می سوزم. سوخته خاکستر شدم. من بعد صبر کردن نمیتوانم. نه، این طرف نگو. غضبی در درون داشته سوخته خاکستر شده. تو نیستی. دردی که حس میکنی دردی همون است. در دل حسیات قصگیری آب می شود. برای همین آتش میگیری، اما آتش گرفتن تو نیستی. تو فرهاد بسیار آدمی نیک هستی. هرگز غمگین نشو. زندگی کن، زندگی خوب کن. نه، من به تو زندگی کردن نمیتوانم. زهرا، تروریست را چطور دستگیر نمودید؟ نقل کنید. هنگام زد و خورد چی خیلی زخمی شدید؟ هنگام دستگیر شدن تروریست با شما یگان چیز گفت؟ رفیقان، ما برای وطن خدمت میکنیم و بهر وطن شهید خواهیم شد. انا همین بینید در اینجا دستم زخمی شده است، اما هیچ مهم نیست. حالا باشد حیات شخصیم را احترام کنید تا که با همسرم خیر و خوش کنید. بیشرف ها. نه، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ازگی؟ معلمة تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلا زند، این لعنتی را داشتن نتوانسته. اکنون همه ما را پایمال میکند. این کاری تو بود قماندان، کاری من نیست. تو این گپ‌ها را به یک سو گذار. زود باید پیشگیری کنیم. شاید گریختن هم لازم می شود. چی؟ گریختن؟ باز گریختنش چی؟ این حیوان به همه کار قادر است. این حیوان از اژدر هم بدتر است. اکنون چی کار میکنیم؟ همه چیز را فروش. خانه ها، زمین، چیزی که گرفته باشیم همه اش را به نام یگان کس قید کرده فروش. قادر لبای
آدمت باوریناک است. باوریناک است. از خودم هم بسیارتر با او باور میکنم. فهمو زمین از آن شماست. همه پاره های زمین رو خریدم. دیگر یگان پاره نموند که هلدون بخرد. بسیار گل فرهاد در کجایی؟ در اول و در آخرم گل. چی میگویی؟ در کجایی؟ چی کار میکنی؟ من کاری که کردنم در کار بود اکنون میکنم. ایاز رو نابود میکنم. فرهاد این طور نکن. بعضی چیزهایی هست که تو نمیدونی فرهاد. چیزهایی نمیدونسته من بسیار است. اما یک چیز رو میگویم که اگر این ایاز نمیرد نه کلیچ و نه هلدون رو از بین نیست کرده نمیتوانیم. برای همین ایاز نابود میشود. فرهاد بمیر تاک.